فکر کن اگر فقط برای 5 ثانیه اکسیژن از زمین برود چه اتفاقی می افتد؟ شاید فکر کنی فقط نفست حبس می شود، اما حقیقت این است که زمین در یک لحظه به ویرانه تبدیل می شود. ما اکسیژن را رایگان می گیریم و ساده از کنارش می گذریم. بیایید ببینیم این گاز بیبو چطور با دقتی حیرت انگیز جهان ما را نگه داشته است. اگر 5 ثانیه اکسیژن ناپدید شود، فاجعه فراتر از تنفس است. اکسیژن حدود 45% از پوسته و ترکیبات زمین را تشکیل می دهد. بدون آن، بناهای بتونی فوراً استحکام خود را از دست می دهند، چون اکسیژن مانند یک چسب پیوند دهنده در ساختار اکسیدی آنها عمل می کند. در همان لحظه 21% از فشار هوا می افتد و پرده گوش تمام موجودات زنده به دلیل تغییر ناگهانی فشار پاره می شود. آسمان روز هم کاملا سیاه می شود، چون دیگر ذرات اکسیژن نیستند که نور خورشید را پخش کنند. چه کسی این چسب نامرئی را در تار و پود جهان قرار داده است؟ شاید بگویید ای کاش اکسیژن 2 برابر می شد تا پر انرژی تر شویم، اما حقیقت علمی ترسناک است. با 2 برابر شدن اکسیژن، حشرات که سیستم تنفسی ساده‌ای دارند به غول‌های عظیم تبدیل می شدند. از آن بدتر، غلظت بالای اکسیژن باعث می شد کوچکترین صاعقه یا جرقه آتش‌سوزی‌های غول‌آسایی راه بیندازد که هیچ کس توان خاموش کردنش را نداشت. خداوند غلظت اکسیژن را دقیقاً روی 21% تنظیم کرده، نه آنقدر کم که خفه شویم و نه آنقدر زیاد که دنیا خاکستر شود. این همان معنای آیه قرآن است که می‌فرماید انا کل شیء خلقناه بقدر. ما هر چیزی را به اندازه و سنجیده آفریدیم. اکسیژن از کجا می آید؟ بیشتر ما فقط به درختان فکر می کنیم، اما حقیقت این است که کارخانه اصلی تولید اکسیژن در اعماق اقیانوس هاست. موجودات میکروسکوپی به نام فیتوپلانکتون ها بیش از 50 تا 70% اکسیژن زمین را تولید می کنند. پروردگار مدبر منبع اصلی حیات ما را در جایی قرار داده که دست تخریبگر بشر به راحتی به آن نرسد. آیا این دوراندیشی خالق تصادفی است؟ فکر کنید اگر تمام کهکشان پر از اکسیژن بود چه میشد؟ فضا پر از ستارگان در حال انفجار و شهاب سنگ‌های سوزان است. اگر در خلأ فضا اکسیژن وجود داشت، با اولین جرقه یک ستاره کل کیهان در 1 ثانیه دچار یک انفجار اتمی زنجیره‌ای میشد و همه چیز در آتش میسوخت. خداوند فضا را خلأ آفرید تا زمین ما مثل یک جزیره امن در میان اقیانوسی از آتش ستارگان در امان بماند. دوستان من، حقیقتی که حقیقت یاب به ما میگوید این است: تو در هر دقیقه 16 بار به طور رایگان نفس میکشی و پشت هر نفس میلیاردها محاسبه علمی و مهندسی الهی نهفته است تا تو زنده بمانی. بنده ناسپاس کسی است که این معجزه مداوم را می‌بیند و باز هم در قدرت خالق شک می‌کند. همین حالا ریه‌هایت را از هوا پر کن و با تمام وجود بگو الحمدلله. اگر این حقایق علمی چشمانت را به عظمت الله باز کرد، آن را برای دیگران هم بفرست. در کامنت بنویس خالق بی همتا.